بچه‌ها خوش اومدید به این ویدیو. من ایلیافان هستم و اومدیم امروز آموزش بدیم بهتون که چجوری سنس خودتون رو عوض کنیم. اولش من بهتون توضیح میدم که اصلا سنس چیه. سنس مثلا دیدیم وسط بازی یکی هیپ فایر با شاتگان بهتون میزنه، یا تو مثلا ایم میگیرین میزنین، یا تو مثلا اسلاید میزنین، میخوابین، جامپ میزنین. به کلیات اینا، به دکمه های اینا، به کل دکمه اینا میگه به همه اینا یعنی گفته میشه سنس. حالا چجوری ما باید سنس خودمون رو عوض کنیم؟ ولی دقت داشته باشید که سنس بتل رویال با سنس مولتی تو فرق کنه. یعنی مثلا الان من دارم واسه بتل رویال سنس میچینم، این سنس بتل تو سنس مولتی نیست. سنس مولتی جداه با سنس بتل. و میان تو قسمت ستینگ، تو قسمت کنترل، اینجا کاستوم لود اوت اینو میزنین، میرین توش. حالا این قسمت هر چی که خواستین، مثلا حتی مثلا این قسمت هیپ فایرمو مثلا من میارم این بالا، اسکیل میزنین مثلا بزرگ میشه، کوچولوش میکنین. اپاسیتی محوش میکنین یا پررنگش کنین که معلوم باشه کجاه. حالا مثلا من هیپ فایرمو میارم اینجا، بعد سیو اند یوز بزنین یعنی سیو میشه و میتونین اینجوری ازش استفاده کنین. خب بعد به این میگن سنس. پس سنس شد به هیپ فایر، ایم، اسلاید و جامپ و همه اینا، به کلیات این دکمه ها میگن سنس. حالا لیتس گو، من میرم تو بتل نشونتون میدم چه جوری میشه. خب بچه ما الان اومدیم بتل. الان ما همون کاری که گفتیم، میریم تو ستینگ، میریم تو قسمت کنترلا و کاستوم لود اوت رو میزنیم. مثلا من هیپ فایرم اینجاه، مثلا من میخوام بیارمش بالا، یه خودم گنده ترش کنم، یه خوردم محوش کنم. الان سیو اند یوز رو بزنم عوض میشه. نگاه کنین الان من میرم تو بازی، نگاه کن عوض شد جاش. بچه ها مرسی از دیدن این ویدیو. لطفا ساب و لایک یادتون نره و هر سوالی دارین تو کامنت ها بنویسین و کامنت هم لطفا بذارین. خداحافظ.